میگن یه شماره هست که فقط بین ساعت 2 تا 3 بامداد کار میکنه. اگه با شماره 0789999 تماس بگیری و 3 بار بگی من بیدارم، یه صدای زن جواب میده. ولی نباید حرف بزنی. کاربران ردیت میگن هر کی جواب داده تا چند دقیقه بعد یه تماس ناشناس دریافت کرده. اون تماس فقط نفس کشیدن بوده از فاصله خیلی نزدیک. یکی از اونها نوشته بود من شوخی کردم و تماس گرفتم. بعد از قطع تماس آیفونم خودش روشن شد. توی دوربین پشت سرم یه زن ایستاده بود. موهاش خیس بود و گوشیم نوشت تماس ورودی 789. فردا صبح اون پست از ردیت حذف شد و حسابش دیگه هرگز آنلاین نشد. لطفاً برای دیدن ویدیوهای جدید ما رو سابسکرایب کنید.